4 تا حقیقت بسیار عجیب از سیستان و بلوچستان که خیلی از اون اطلاعاتی ندارن. میدونستید سیستان و بلوچستان تنها نقطه در جهانه که خانه سالمندان نداره؟ به خاطر اینکه تو سیستان و بلوچستان به افراد مسن نمیگن سالمند، میگن ریش سفید و در تمامی امورات زندگی اونا رو جلوی خودشون و پیش قدم قرار میدن. میدونید شهر سوخته سیستان و بلوچستان تمدنی 5000 ساله داره و در این شهر باستانی اولین چشم مصنوعی جهان و اولین نمونه جراحی مغز کشف شده؟ میدونستید سیستان زادگاه یعقوب لیث صفاری ناجی زبان فارسی بوده؟ یعقوب لیث که اگر نبود الان همه ما عربی حرف میزدیم. میدونستید سیستان منطقه بوده که لقب انبار قله ایران رو داشته؟ سیستان و بلوچستان در گذشته به دلیل حاصلخیزی و تولید فراوان در دوران هخامنشیان و اشکانیان از مراکز اصلی کشاورزی ایران بوده. به افتخار سیستان و بلوچستان مظلوم لایک کنید و یه جمله برای مردمش بنویسید.